الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على الفوز. اللاعبين اجتهدوا وما قصروا. مباراة قوية وديربي كانت، وداخلين البطولة بنظام خروج المغلوب. الحمد لله الله وفقنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحیم. من برسون برسونم که دیگه روز بازی ایران امروز نبود متاسفانه. شما دیدید که دقیقه اول بازی کلی توپای ما تو چارچوب ننشست و یقینا و با خاطر جمع خدمتتون عرض میکنم که امروز برای ایران روز بسیار خوبی نبود و یه روزی که یادآور تلخی برای ما هست در مقابل این باختی که دادیم. خب ما حدود دو بازیکن مصدوم داریم و از حضور دو بازیکن اصلیمون هم در تیم به همراه نداریم. یقینا نه. ببینید تیم‌های ملی فراز و نشیب دارن در ارتباط با انتخاب بازیکنانشون و نظرات مربیانشون، بدون تاثیر نخواهد بود، ولی خب اینها به دلیل مشکلات کاری و حضور در باشگاه‌های فرانسه و جای دیگه متاسفانه قادر به حضور نشدن. بازیکن دیگری داشتیم که در ادنای پا دچار آسیب دیدگی شد به نام آقای مجتبی ایدرپور و این قانون بازیه، یک تیم باید برنده بشه نه دو تا تیم.